سلام تماشاگران عزیز، برنامه اطلاعاتی جنبسته هفته را از طریق تلویزیون مستقل صفا برایتون پخش می‌نمایم. در استودیو من بیک رحمانی. وکیل دفاعی زید سیدوف با درخواست قطع کردن پرونده جنایی نسبت او به دادستان کلی تاجیکستان مراجعت کردند، زیرا یگان دلیل اثبات کننده اتهام ضد او وجود ندارد. پیشتر از این وکیلان عاید گذراندن تشخیص ژنتیکی که باید حق پدری داشتن زید سیدوف با کودک 3 ماه شرمنده نامعلوم تایید یا استثناء کند درخواست کرده بودند. ادامه موضوع از همکارانمان. به قول تفتیشات در تاجیکستان انجام چنین نوع سنجش طبی امکان ناپذیر است. بنابراین وکیلان دفاع از آنها خواستند که آزمایش را در کشوری دیگر مثل آلمان از حساب حمایتگران برپا کنند، اما این درخواست بی جواب مانده است. وکیلان میگویند در روبرو کنی زنی که نامش را آژانسی ضد فساد پنهان می‌دارد با زید سیدوف، این خانم به یاد آورده نتوانست که کی، در کجا و در کدام حالت این واقعه روی داده است. آژانسی ضد فساد و دادستانی شهر دوشنبه نسبت زید سیدوف از روی 8 ماده کودکس جنایی تاجیکستان از جمله گرفتن پاره، قلابی، بسیارزنی، طمع‌جویی، سوء استفاده از وکالت‌های خدمتی، تجاوز به ناموس، مجبور ساختن به اسقاط حمل و علاقه جنسی با نفری که به سن 16 سالگی نرسیده است پرونده باز کرده است. این اتهامات همه انگیزه سیاسی داشته پاسخ به نیتش عاید تأسیس یک حزب مخالف دولت است. مشکلات و پیچیدگی‌های سیاسی تاجیکستان اخیراً برخی از نیروهای سیاسی و شخصیت‌های علاهیده را وادار ساخت که سر یک میز نشسته برنامه مشترک سیاسیشون را طرح‌ریزی نمایند. مقصد از این ائتلاف شرکت در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنت تاجیکستان بوده. الان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، حزب سوسیالیستی تاجیکستان و چند از سرشناسان علمی و سیاسی کشور را متحد نموده است. نشست آخرین ائتلاف روز 24 آگوست صورت می‌گیرد، اما مضمون و مقصد اساسی برنامه گروهی ائتلاف الکی آماده است. همکارانمان ادامه می‌دهند. لایحه کنسپت اتحاد نیروهای اصلاحات‌خواه تاجیکستان 20 آگوست از طرف گروه هماهنگسازان این اتحاد با درآوردن تغییرات و الهه‌های نهایی قبول و در واسطه‌های اخبار عامه نشر شد. در این باره رحمت الله ظاهیروف، رهبری حزب سوسیال دموکرات‌های تاجیکستان و عضو این اتحاد خبر داد و گفتی وی در نظر است متن کنسپت اتحاد نیروهای اصلاحات‌خواه تاجیکستان در جلسه نوبتی اتحاد که روز شنبه 24 آگوست در قرارگاه مرکزی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برگزار می‌گردد به امضا خواهد رسید. این سند 2 صفحه‌ای که از جانب احزاب مختلف و سازمان‌های اعضای این اتحاد انشا شده است، بنابر مقدمه آن باید محوری برنامه انتخاباتی نامزد یگانه قرار گرفته در صورت انتخاب شدن نامزد مخالفین به منصب پرزیدنتی پرره عملی گردد. پیش از همه در این کانسپسیا اصلاحات کنستیتوشنی را در بر میگیرد. دیگرگونی ها در ساختارهای دولتی اینجا پیشنهاد شده است. عدالت اجتماعی همچنین یک پونکت بسیار مهم اینجا بررسی شد. در مسئله خود انتخابات آینده پرزیدنت بحث و مناظره ها شد و من باید بگویم که این به مذاکره عموم باز گذاشته می شود، یعنی که در سایت ها، در فیسبوک گذاشته می شود و روز شنبه جمع می شوند متخصصان، اکسپرت ها، اعضای این ائتلاف باز یک بار دیگر محاکمه می کنند و قبول می شود. در قسمت برنامه عملی سند مذکور از جمله آمده است که نامزد در دوام 2 سال اگریگات نیروگاه برقی آبی راغون را به استفاده داده نظام اندازبندی و باشستانی و سیاست دولتی مهاجرت را از نو دیده براید. در برابر این پول سهمیه هایی که از جانب دولت و بانک ها از اهالی گرفته شده‌اند و مردم برگرداند و از پلکی کردن راه ها به تامین راه های الटरनेटिवی قاطعانه دست کشد. همچنین در این سند اصلاحات کنستیتوسیونی پیش بینی شده است که مهلت پرزیدنتی به 2 4 ساله محدود شده، تقسیم صلاحیت های اداره دولت بین پرزیدنت،
سروزیر و پارلمان عملی شود. نامزدی یگانه باید پارلمان یک پرتگی تأسیس داده انتخاب 90 وکیل مردمی و 60 وکیل از روی خط حزب‌ها را تامین سازد و انتخابی شدن رئیسان ولایت، شهر و ناحیه و جماعت‌ها را تامین نماید. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در حدود سابق اتحاد شوروی یگانه حزب دینی می باشد، وقتهای اخیر اعضایانش در قلمرو کشور مورد حمله عیان و ناعیان قرار گرفتند. موادی که هفته روان به دست ما رسیده است در این باره حرف میزند. در مواد آمده است که هفته گذشته یک گروه فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با سفر کاری به شهر خاروغ روانه گردیدند. در این سفر آنها به مشکلات زیادی دچار شدند، از جمله تعقیب و فشار، حمله و غیره. یکی از چنین واقعه‌ها در شهرهای روشن خاروغ به وقوع پیوست. شخصان نامعلوم به ماشین آنها حمله آورده نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بدخشان سعادتشاه عدالتشاهیو را مورد لطوکوب قرار دادند. این واقعه را عضو حزب نهضت ظرفا رحمانی چنین شرح می‌دهد. سعادتشاه که گفت که بالون شکست داد، یعنی همه برادران را یک ذهنیت رو با او گفت که خب یک صدمه هست، اما باید کمک نمیم. هیچ فکر نمی‌کردیم که یک چنین کار انجام می‌شود. خب وقتی که فرو آمدن، یک نفر فرو آمد، اکوچش چون من نزدیکتر بودم، هم دستش دیدم، می‌دیدم همه چیزا. فرو آمد، اکوچش کورچه را گرفت، اینا را برادران هیچ کدومش ندید. همین لحظه من گفتم که برادران مدر شوه میزنن. همین گفت گفتم وقتی در برادر محمد علی زنگ زدم که همین حالت رخ داده است. این حتی وقتی وارد شدن زدن شدم گفتم تلفن گیرم بده، چون اول همون نفر پیش من اومد به سر من، در همه درا رو شفیر محکم کرد، در پشتم محکم بود ولی اونو کشتن جور زدن، چون خیلی آدمای مشغول دیده هم بودن و همون که فرمدن همون پوشیشون، یعنی لباس ورزشی و شبکه، همون تاکتیکایی که انجام میدادن، من حس کردم که همینا یگان نیتی هم دارن و حتی وقتی کوچش کشید گرفت، من گفتم تمام میزنن و زنگ بزنه چکوری میکنید، نه اینو همون حالت ده، یعنی همین خیلی حالتی بود که در ذهنشو فقط برون شدن ماشین بود و چیز، تا اون لحظه که وارد ماشین نشیدن و مثل اون نفری که به سر من آمده بود خیلی نزدیک بود، همین شیشه باین بود تمام، در میخواست بکشویه نتونست و چشمش تنگر ملتای سیاه پیچوندگی، چشمش پوشیدگی بود که چهرش یک چشمشه. بعد این حادثه سعادتشاه عدالتشاهیو با عریضه شکایتی به مقامات حفظ ترتیباتی جمعیتی مراجعت نمود و مسئله مذکور مورد تحقیق مقامات صلاحیت‌دار قرار گرفت. باید گفت که چنین حادثه در نسبت حزب نهضت اسلام و اعضای آن بار نخست نیست. کارشناسان این را راه سنی مقابل همگذاری مسلمانان معنی داد می‌کنند. واقعاتی که در آغاز هفته دل همگان را ریش نمود، این مرگ 3 تن از هموطنان ما بود که همچنین مهاجر مهنتی در حدود شهر مسکو فعالیت میکردند. همکاران ما خداداد زاکری و شیراز عبدالصالح مواد را آماده نمودند که برایتان پخش میکنیم. بنابر خبر دفتر مطبوعاتی خدمات مهاجرت مهنتی تاجیکستان در مسکو، صبح 15 آگوست سال روان 3 نفر از هموطنان ما در وقت کار جان خود را از دست دادند. فوتیدگان کارگران شرکت خدمترسانی کمونالی رقمی 1 منطقه شرقی شهر مسکو می باشند. سبب مرگ در مرحله اول مسمومیت اعلام شده است. جهت بررسی دقیق حادثه ناخوش ما به محل مذکور رفته با کارگران و شاهدان صحبت نموده، از جای کار، محل زیست و مسئولان این شرکت دیدار و گفتگو نمودیم. در این کارخانه زیاده از 150 نفر از هموطنان ما با شغل‌های گوناگون و از تمام نقاط تاجیکستان کار و فعالیت می‌کنند. تلف یافتگان اسایف عبدالملک، صدیقوف اسماعیل و خالف حاکم شاه از ناحیه دنغره ولایت خزران میباشند. همگی دارای 5-6 فرزند بودند. عبیدوف میرالی یکی از نزدیکان این فوتیدگان بوده، آن روز حادثه را به ما چنین شرح داد. بچه‌ها در همون دوری همون همین رایون هم آب میزنن، اومدن در همونجا آب بگیریم، گفتن همون آب کفیده، خواستن آب مخم کنن، همون درون همون کلودی در اومدن خشون با اختیار خشون خواستن آب مخم کنن، خیلی در درون هم کلود یگان گازی بده، یگان هم چی بده که هم با همین گرفتار شدن. با همین سحر ما را یک همون شوفیری همون قطشون بودگی خبر کرد، ما خواست 3 کزا سحر زدیم رفتیم، خیلی یک تشه برو وردیم، دیر شده بود. یک تشه ما برو وردیم، 3 نفر برو وردیم، خیلی دیگه دیر شده بود. 2 تا دیگه نتونستیم برو ورده.
بعد نه چقدر نبود خیلی هم نفس روی نمیشد گرفته همیشه سکت برو وردیم همون دهنو را محکم کردیم یک از خمین همون گرفت در برو وردیم که دیر شده بود. شاهد دیگر حادثه سعدالله حیدرов از ناحیه سربند بوده میگوید اسماعیل را در آمده با بند بسته برآوردم اما چون بوی گاز زیاد بود نتوانستم ادامه دهم. دویده رفتیم کالودس دهانش روی نگاه کردم تا ده حاکمچو غلدگی دیگرش نمیتوفت. گفتم میدرم که بوی گاز اومد بوی نمی بیزه و فوتبولکامو برآوردم فوکما بستم و در اومدم همین حاکمچو را پاجر نشلان خطی بستم که دیگه نشید نفس گرفته. تیز بر اومدیم امروز کشته برو وردیم اسکوسون دیخانی کردیم که اوجه دیر شدگی بود بیچاره نشید. اوشه بعد کامل گفتن یک بچه دیگه بود دویده رفت پاجر یک 300 متر استو پاجر نیچی بود شتا بود اونجا فیروچون کرد امچیس اومدن اومدن کفتن یافتنشون برآوردنشون. طبق تحقیق و بررسی ما با مسئولان این شرکت معلوم گردید که تمام قوانین قبول کار و مرحله فهماندهی قاعده های بخطری گذرانده شده است. ولادیمیر میکایالین سرمهندس این کارخانه بوده در صحبت با ما به خانواده این عزیزان اظهار همدردی نموده گفت Вот тот момент, когда подъехали, увидели, что лопнула труба, где они должны водой заправляться, и фонтаном вода вот, бьет водой. Но один из работников, Джурабек есть такой, Солихов, у нас тоже давно работает, он говорит, сказал, поехали на базу, ставим в известность начальство, пускай они принимают решение, что там будут делать. А Исмаил предложил закрыть кран. Ну, я чуть не удивляюсь, скажем, вот такому вот предложению Исмаила. Да? Во-первых, он очень добросовестный и трудолюбивый человек. И во-вторых, опытный. Он знал все, как там, что, чего. Он знал, где можно закрыть этот кран, чертов этот кран, чтобы Исмаил открыл колодец, сам полез туда, и Абдумалик увидел, что он не выходит, не понял, что происходит. За ним полез тоже, а Наджбидин увидел, что Хокимшо отпускается, и говорит, он даже не отпустился, так, он наполовину, он отпускается, да, там лестница есть, он наполовину спускается по лестницам, а дальше падает. Понятно? И он тоже хотел туда залезть, говорит, я ноги сперва отпустил, да, хотел вот по горло, спустился туда, и говорит, как будто ноги зажали, там, такое, еле обратно упал на проезжую часть. باید قید نمود که در روز واقع کریمجان یارف رهبر جمعیتی اتماس حضور داشته از نزدیک با موضوع واقف می باشد. نام برده می گوید وقتی که به اینجا حاضر شدیم آنها را حالا از اینجا برده نبودند و با همین شاهدان این حادثه گفتگو کردیم با رئیسان همین کارخانه‌ای که آنها کار میکردند و حرکت کردیم که تا امروز آنها را به وطن روی کنیم ولی کمتر مشکلاتی هست و ان شاء الله به خیر حل می شود و از روی دیگر اینکه همه این حادثه از دیگر جهت گیریم از روی به احتیاطی خود مهاجران کاری سرزده است هرچند که اینها کاری ویها نبود ولیکن آنها خواستند که کار خیری را انجام دهند و در نتیجه این واقعه روی داد و باید گفت که آنها از روی قانون در شهر مسکو کار میکردند تمام حجت‌هایشان درست بودند چون که واقعه آخر رو ما دیده ایستادیم که چی روزها را گذشته ایستادند و از طرف کارخانه به آنها یاری مالی جبران کامپنساسیون یعنی رسانیده شد که زیاده از $10,000 امریکایی را تشکیل میکند و اینچنین همکاران آنها که زیاده از 150 نفر کار میکنند آنها هم به آنها یک یاردم خود را حدود 150-200 هزار روبل روسی رساندند. علاوه می‌نمایند تاکنون جسد هموطنان ما در مرکز تشخیص و معاینه پزشکی قرار دارند و به این علت دادستان شهر مسکو اجازت فرستادن جسدان این هموطنان ما را تا حال نداده است. خداداد زاکری، شیراز عبدالصالحов برای خبر. یک سال قبل در قطار مخالفان صاحب قطار تاجیک نام عمرعلی قوتوف به حیث رئیس کمیته 24 بلند گردید و طی چند ماه از رسانه‌های خبری ممالک مختلف همه روزه صدا میداد
ولی مدت گذشته ماه دکبر سال گذشته در شهر دبی امارات عرب دستگیر و زندانی کرده شد. از آن روز تا به حال تقدیر این سیاستمدار جوان نامعلوم است. جانب تاجیکستان نامبرده را با گناه رشوه‌ستانی متهم می‌کند و استرداد او را به تاجیکستان طلب دارد. اما مدافع او نیکلای نیکلایف این عمل را قانون شکنی معنی داد کرده میگوید که این قضیه عمر علی قواتوف تابش سیاسی دارد و به انتخابات نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وابستگی دارد. برای درست‌تر شناس شدن به حال و احوال کنونی تاجر و سیاستمدار تاجیک لیدر گروه اپوزیسیونی 24 عمر علی قواتوف ما توسط تلفن با همسرش قمری قواتووا تماس گرفتیم که فعلا در تاجیکستان اقامت دارد. نامبرده قید نمود که آخرین بار زنگ زده بود روز 15 آگوست بود. گفت 3 روز پس بود مای همین یک ماه زنگ نزده بود. در کامیرای ادینوچنی محکمه شاوریما برای بخطریش گفت که امروز 18 سود میشود. ما هم نگاه کردیم از روز 18 هیچی یگون گپ هم نیست. زنگ میزنیم ادوکاتش اونجا یک عربه ادوکاتش جواب نمیده. آفیسش زنگ میزنیم جواب نمیده. یک شناس خطیبا برو اومدیم گفتن که روز 18 آگوست نه روز 22 ایول سودش گذشتگی بوده. 22 سود چی تصمیم گرفته است؟ 22 ادوکات میگه سود شدگی یک نمیدونم. او جمهور خودش درک نداره و را حتی همون سود نمیبرند. شما گمان داره که دوشنبه بردن؟ نه من گمان ندارم اینه که به هر حال خواتیرم. ادوکات روس نیکلای نیکلایف از روزهای اول فعالیت سیاسی عمر علی قواتوف را همراهی دارد. امروز ها نیز همچون دفاع کننده حقوق او در نزد نهادهای سعودی امارات متحده عرب عمل میکند. جریان امروزه قضیه را چنین بیان نمود. Но мы считаем, что здесь чисто политический заказ устранения конкурента на предстоящих осенью этого года выборах. К сожалению, мы не обладаем всей полнотой информации по судебному процессу, связано это с объективными причинами. Первое. То, что дело Куватова сегодня находится под грифом «секретно», это не вызывает ни у кого сомнения. Решение суда, которое должно было состояться 18 числа, до сих пор не обнародовано. По нашим данным мы знаем, что Умар Али Куватова она тоже не вручена, то есть имеет место быть прямое нарушение законодательства. Что в таком случае предпринимать? Ну, в первую очередь, я думаю, что совершенно правильно мы делаем, что вновь обращаемся к общественности и Таджикистана, и России, к таджикским лидерам оппозиции, к мировым лидерам и гуманитарным организациям, которые существуют и обеспечивают правозащиту в области нарушения прав человека, с тем, чтобы понудить руководство Арабских Эмиратов к тому, чтобы в отношении Куватова все-таки были произведены действия, связанные с непредвзятым рассмотрением его дела. در حمایه عمر علی قواتوف یک قطار خادمان جمعیتی و بلاگرهای تاجیک نیز با یک مکتوب به تشکیلات‌های بین‌المللی حقوق انسان مراجعه نموده خواستند که از استرداد او به تاجیکستان مانع شوند. هفته روان طریق رسانه‌های خبری نام یک از شدیدترین مخالفان رژیم سیاسی امام رحمان ژورنالیست تاجیک داداجان عطاوالله در خط اول قرار گرفت، ولی این دفعه غیر چشم داشته همه از فرودگاه بین المللی شهر تفلیس گرجستان. با گفت خود او را پلیس بین المللی بازداشت نموده، خود همان روز جواب داده است. جواب این معما را حالا دریافت خواهد کرد. داداجان عطاوالله مخالف یگانه حکومت جمهوری تاجیکستان در خارج کشور که از دوران مقاومت‌های اولی سیاسی میان مخالفین و حکومت آن وقته به تاجیکستان آمده بود میگوید که صبح امروز در فرودگاه شهر تفلیس گرجستان بازداشت شده است. این خبر را خودی داداجان عطاوالله امروز در فیسبوکش نوشته است. آقای عطاوالله می نویسد که او را با درخواست اینترپول بازداشت نمودند و چند ساعت است که در فرودگاه شهر تفلیس نگاه داشته ایستادند. عطاوالله می نویسد که حکومت تاجیکستان او را با جرم افراطگرایی و تروریسم در کشور گناهکار اعلام کردند. این خبران نزدیکان و پیوندان داداجان عطاوالله تصدیق کردند که صبح امروز از شهر پراگ به تفلیس پرواز میکرد و او را پلیس بین المللی در فرودگاه دستگیر کرده است.
و میگویند آنها تا حال از او اطلاعی ندارند. با گفتی داداجان عطاالله مقصدی از شهر تفلیس سفر کردنش این برپا نمودن چند واقعه با همتایانش بوده است. او میگوید که اگر نهادهای داخل گرجستان مرا محبس کنند این باعث شرمندگی به سیاست جوان دموکراسی گرجستان می باشد و اگر آنها را مرا آزاد کنند این باعث شرمندگی و سرپستی نهادهای اینترپول و نهادهای داخل تاجیکستان می گردد که بار دیگر بی‌صلاحیتی کسبی خود را نشان میدهند. داداجان عطاالله ژورنالیست نیرومند تاجیک از دوران اول فعالیتش در تاجیکستان نخستین روزنامه خصوصی را به نام چراغ روز تشکیل نموده در مقابل سیاست پرزیدنت مکامف مبارزه آغاز کرده است. بعدا با سر زدن جنگ‌های شهروندی در تاجیکستان به حیث فراری از تاجیکستان بیرون شده مبارزه سیاسی خود را مقابل حکومت امروزه تاجیکستان از شهر مسکو فدراسیون روسیه ادامه داده است. یادآور میشوم که داداجان عطاالله 15 ایولی سال روان در فرودگاه شریمتوو شهر مسکو بازداشت شده بود و پس از 4 ساعتی بازپرسی او را باز به پراگ روان کردند. ژورنالیست تاجیک داداجان عطاالله 56 ساله رهبر حرکت مخالف وطندار و با مقاومت سنگین‌ترین سیاسی علیه حکومت امروزه تاجیکستان و پرزیدنت رحمانوف فعالیت داشته در سالهای اخیر در روسیه و کشورهای اروپایی زندگانی میکند. حکومت تاجیکستان، امامعلی رحمانوف، سیمومین یتیموف و دیگران به رهبریت عالی روسیه مراجعت کردند که من بازداشته شوم. عزیزان، این من و این کرملین، این من و این مسکو. من در مسکو نشستم، اما بدانید روسیه تاجیکستان نیست، ولادیمیر پوتین امامعلی رحمانوف نیست. مرا به هیچ وقت و عوض هیچ چیزی به رحمانوف و به سیمومین یتیموف عوض نخواهند کرد. من عوض نشوندم. من سیاستمدارم. من ژورنالیستم. من سالک راه حقم. من داداجان عطاالله ام. چون مواد لازمه آماده پخش بود، آزادگان خبری پخش نمود که داداجان عطاالله را از فرودگاه تفلیس آزاد نمودند. مورد به یادآوری است که چندی قبل آقای عطاالله را در فرودگاه شریمتوو 4 ساعت بازداشت نموده بودند و این بار دوم است که داداجان عطاالله را باز 4 ساعتی دیگر در فرودگاه تفلیس بازداشت شد. چی معنا دارد؟ معما است و خلاص. قضیه بازداشت داداجان عطاالله در فرودگاه تفلیس در شبکه اجتماعی و وبلاگ‌ها سر و صداهای بلند کرده است. این سر و صداها از جواب‌های وزارت کارهای داخلی گرجستان به روزنامه‌نگاران منشأ می‌گیرد. وزارت کارهای داخلی گرجستان گفته است که عطاالله بازداشت نشده بود، تنها تا معلوم کردن حالت اینکه نام او در روی خط شخصانی از طرف اینترپول جستجو شونده جای داشته است متوقف شده بود و بعد از آن که در آلمان مقام پناهندگی داشتن وی معلوم شد نام برده به شهر میونخن پرواز کرد. به نقل از آزیا پلوس نام عطاالله در روی خط شخصانی جستجو شونده اینترپول پیدا نشده است. اما بعضی بلاگرهای تاجیک می نویسند که قضیه بازداشت عطاالله را رنگ و بار علاوگی دادند. میگذاریم به خبر دیگری که هفته روان در سایت اطلاعاتی آزادگان جای گرفته است. رئیس حزب نهضت اسلامی منطقه کولاب در یک از مصاحبه‌هاش گفته است که ساختار قدرتی دولتی در عرصه انتخابات به تشکیل نهادهای علاوگی دست زدند. مقصد از این چیست و آیا این عمل به تشنج جامعه آورده نمی‌رساند؟ همکارانمان ادامه میدهند. رئیس منطقوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر کولاب در یک صحبت ویدیویی خود سازماندهی گروه‌های علاوگی نظامی در منطقه را اعلام خطر خوانده است. محمد شریف نبیوف رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کولاب میگوید تفریق اندازی هایی که وقتهای آخر حکومتداران تاجیک پیشه کرده اند احتمال سر زدن حوادث سالهای 90 عصر گذشته را در کشور به وجود خواهد آورد. کولاب پیش از انتخابات چند نهادهای قدرتی دوران چند گروه‌های خود تأسیس دادن در منطقه کولاب از نظارت کارهای داخلی گروهی تشکیل کردگی‌اند در قرارگاه دادگاه سابق و در چند مناطق که از مشاهده ما دارن چیزهای قدرتی شما مستحکم میکنن و با این کارهای پس فکر نمیکنیم که دست زنان در مرحله انتخاباتی
ما فکر نمیکنم که حکومت‌ها هم یک تشنج جامعه را بخواهند. غفلت زدگی در سیاست خطر ایجاد می‌کند. او در خطاب به مقامات گفته است بازوری حکم کردن غیر امکان است و مردم را تنها با مهر و محبت می توان در اطراف خود جمع نمود. محمد شریف نبیوف در صحبت با خبرنگار آزادگان مناسبات برخورد موجوده حکومت با نهضتی ها را شرح داده از پیامدهای منفی آن هشدار داده است. وی گفته است که منفعت‌های ملی بالاتر از منافع حزبی قرار می‌گیرند و به تشنج آوردن جامعه و خللدار کردن ثبات تاجیکستان به نفع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیست. رئیس منطقوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر کولاب معتقد است که انتخابات یک وسیله بلند برداشتن معرفت سیاسی مردم دانسته می شود و نباید با رأی و باورهای مردمی بازی کرد. مراجعت حامیان حقوق با نمایندگان زیایی روسیه چنین نامگذاری شده است متن مراجعتنامه یک عده رئیسان تشکیلات‌های روسیگی و بین المللی عاید به دفاع از حقوق بشر. پیگیری این موضوع از خبرنگاران ما. هفته گذشته شهرک خیمه‌دار که به طور فوری برای بازداشت و نگهداشت مهاجران مهنتی تشکیل یافته بود فعالیتش را قطع نمود، ولی بحث و مناظره و سر و صداها گرد آن خاموش نشدند، زیرا این اقدام هر فرد روشنفکر را به حیرت می آورد. طبق نظر بعضی متخصصان و کارشناسان این اقدام شبیه فاشیسم هیتلری سالهای 30 بوده، حتی می تواند که در جامعه روسیه ناامنی را به وجود بیاورد. هفته روان رهبران گروه مسکوگی خلسینکی، کمیته مساعدت شهروندی، فوروم تشکیلات‌های مهاجرتی، مرکز سخرف و جمعیت بین المللی مموریال با عنوان تمام زیایان روسیه مراجعتنامه را قبول نمودند. در این مراجعتنامه آنها همگان را به دفاع از عدالت اجتماعی و حقوق انسان دعوت می نمایند. در این رابطه راهبر فوروم تشکیلات‌های مهاجرتی لیدیا گрафова اندیشه‌اش را چنین بیان داشت. В России сейчас идет такой антимигрантский бум, что мы, правозащитники, не могли не написать свое заявление. Может, это наивная попытка разбудить совесть нашей интеллигенции, чтобы она очень мощно заявила, что нам стыдно за то, что власти используют сейчас проблему миграции в своих политических предвыборных целях. Вот эта история с тем, что подрались русские граждане, ну, дагестанские торговцы из Дагестана с полицейским москвичом на Митинском рынке, она вдруг как будто бы обнаружила всю остроту проблемы миграции. Ну, при чем тут, простите, подрались, повторяю, россияне. Палаточный лагерь построили для вьетнамских работников, которых, опять же, давно знали, что там есть подпольная фабрика, но, тем не менее, срочно несколько сотен поместили в палатки. В Москве палатки, в этих палатках, в палаточном лагере были порядки концлагеря. Людей не выпускали, к ним никого не допускали. А гонения по всей России после этих ЧП пошли как раз на таджиков, узбеков, кыргызов. Ну, у русских есть пословица: в огороде бузина, в Киеве дядька. Ну, при чем тут одно к другому? طفل نو به دنیا آمده را میخواهند در گوارش بوقی نمایند. این حرفا ربط دارند به شرکت تلویزیونی صفا که چند قبل پخش برنامه‌هایش را از طریق ماهواره شروع کرده بود. مورد ذکر است که این یگانه تلویزیونی است که از جانب تاجیکان بیرون از تاجیکستان تأسیس یافته است، ولی دایره‌های سیاسی تاجیکستان در سیمای آن شاید رقیب سیاسی خود را دیده باشند. سیگنال تلویزیونی ماهواره صفا از قلمرو تاجیکستان مسدود شده است. سرکرده از روز 20 آگوست موزنی هدفمندانه صورت گرفت و رهبریت تلویزیون ماهواره صفا به شرکت فراهم کننده خدمت رسانی ماهواره هادبرد برای معلومات مراجعت کرد.
نمایندگان این شرکت فرانسوی به خدمات علاقه جمهوری تاجیکستان مراجعت کردند، اما این مراجعت تا حال به جواب مانده است. بنابر معلومات شرکت خدمت رسانی هاتبرد موزنی از شرق دوشنبه به عمل آورده می شود که در نتیجه موجهای یک قطار تلکانال های دیگر نیز زده شدند، اما هدف اصلی موج تلکانالی صفا بوده است. نمایندگان خدمات تکنیکی شرح دادند که این موزنی تنها می تواند از طریق دستگاه‌های مقتدری گران نرخ موج صورت گیرد. تحلیلگران میگویند که گویا این دستگاه استحصال چینی بوده به تاجیکستان اجاره داده شده است، اما فیض‌الله صالح جانشین رئیس شرکت تاجیک رادیو تلکام میگوید شبهه ماموریت شرکت ماهواره بی اساس می باشد. به قول او تاجیکستان شرایط تکنیکی موج تلویزیونی ماهواره‌ای را زدن ندارد و این به آنها لازم هم نیست. موج تلکانالی صفا بعد پخش یک قطار برنامه‌های خبری به زبان‌های تاجیکی و روسی که از طرف هیئت کارمندان این شبکه تیار شده بود به عمل آمد. این تلویزیون به طرز آزمایشی کار می‌کرد. هیئت کارمندان تلویزیون ماهواره‌ای صفا به خدمات علاقه جمهوری تاجیکستان برای کوشش‌هایش در راه شهرتمندگردانی این شبکه تشکر می‌گوید. همچنین به بینندگان ما از تاجیکستان و روسیه و دیگر کشورها که برنامه ما را تماشا می‌کنند با ما می‌نویسند، زنگ می‌زنند و با ما هستند اظهار قدردانی می‌کند. با ما باشید دوستان عزیز. پایان شب سیاه سفید است. افزای سیاسی در کشورهای عرب و آفریقای شمالی همانا تشویق‌آور باقی می‌ماند. از جمله وضع سیاسی مصر و سوریه در مورد دقت اهل جهان قرار گرفته است. 22 اوگوست ائتلاف ملی برای حمایت از قانون مردم مصر را به تظاهرات سرتاسری این کشور به عنوان جمعه شهیدان فراخواند. این فراخوانی حامیان پرزیدنتی برکنار شده محمد مرسی در حال صورت میگیرد که طرفداران انقلاب 25 ینور هم برای آزاد شدن حسنی مبارک به خشم آمده برای اعتراض کردند آماده شده اند. وزارت اوقاف مصر هم ادای نماز جمعه را در مسجد فتح رمسیس و رابعه ادویه نصر با بهانه ترمیم منع کرد. گفته می شود طی هفته اخیر محمد بدیع رهبر پیشین اخوانی ها را با اتهام تحریک مردم به قتل و کشتار و خراب کردن انشاءات دولتی دستگیر و روانه زندان کرده اند. بازداشت رهبران جماعت اخوان المسلمین در حال تیزانیده شده است که دادگاه در قاهره حکم آزادشوی حسنی مبارک را صادر کرد و او را از زندان آزاد کرده به بیمارستان انتقال داد. همزمان دادگاه در قاهره بر علیه رهبران حرکت تمرد که به آزاد شدن مبارک مخالفت نشان داده اعلام کرده بودند که دیکتاتور را ما خودمان محاکمه مردمی میکنیم پرونده جنایی آغاز کرد. و اما در سوریه باشد بنابر گزارش رسانه‌های عرب زبان پس از حمله کیمیایی هفته گذشته بیش از 1300 نفر در منطقه غوطه شرقی حومه دمشق به قتل رسید. به گفته رسانه‌ها نیروهای حکومتی برای زیر تصرف خود قرار دادند این شهرک را مورد حمله‌های زمینی و هوایی شدید قرار داده از گازهای اشک‌آور و زهرآگین نیز برای کشتن و از بین بردن مخالفان و ساکنان منطقه استفاده کرده اند. همزمان مخالفان حکومت سوریه هم نظام بشار اسد را گناهکار اساسی این حادثه نام برده اعلام کردند که به غیر از کشته شدگان تعداد زیاد نیز زهرآلود شدند که عین زمان در بیمارخانه ها بستری اند. این در حالی است که خبرگزاری رسمی سوریه سنا این اتهامات را رد کرده گفته است که این یک نوع فضاسازی برای رهگم کردن بازرسان سازمان ملل متحد است. گفته می شود پیش از این حادثه نیز حکومت بشار اسد را در استفاده سلاح‌های کیمیایی متهم می کردند و در حال حاضر بازرسان سازمان ملل متحد برای گذرانیدن تحقیقات مخصوص در این زمینه وارد سوریه شده کار خود را آغاز کرده است. همزمان در شهر مسکو با اشتراک شرقشناسان و سیاست شناسان دایر به موضوع اسلام و سیاست میزی گرد دایر گردید که در آن متخصصان نقطه نظر خویش را دایر به کشورهای عربی بیان داشتند. خبرنگار ما با دیرکتور اینستیتوت شرقشناسی اکادمیای علوم روسیه ویتالий Nauмкин هم صحبت گردید. Показалось, что российская группа организаторов РИА Новости, Институт Востоковедения сумели провести конференцию, на которой мы собрали представителей конфликтующих между собой сил. Понимаете, это и были представители братьев-мусульман, и салафитов, и
сказать, даже некоторых более радикальных организаций, Хамас, Хизбалла, были представители Ирана, были представители светских кругов, представители Соединенных Штатов, Англии, Франции, Германии, наши ученые, около 100 человек. И было такое очень подробное, детальное обсуждение проблемы, связанной с политическим исламом, и ролью в политике, как он относится к политике, в чем, так сказать, суть вот того взлета политического ислама, который мы наблюдали в течение всех событий, связанных с арабской весной, вплоть до вот нынешнего, так сказать, регресса, нынешнего падения братьев-мусульман в Египте. И вот сегодняшняя конференция, она как раз показала, что эта тема очень актуальна, ее нужно обсуждать и можно обсуждать, и что наши эксперты, они сегодня очень высоко ценятся в мире, потому что вот такую конференцию никто больше, кроме нас, не сумел собрать. اینجا من برنامه اطلاعاتی هفته را به پایان میرسونم. سربلند و خانه آباد باشید.